سلام بچه ها، نفس هستم با یه ویدیو راجع به ابریشم گیلان. امروز همراهتون هستیم. در زبان گیلکی کجواچینی یا نوغانداری همون تولید و پرورش کرم ابریشمه. در کتاب فرهنگ واژه‌های گیلکی جعفر بخشزاده محمودی کرم ابریشم نوغان آمده به معنای کرم ابریشم، تخم نوغان یعنی تخم کرم ابریشم، نوغاندار پرورش دهنده کرم ابریشم، نوغانداری پرورش کرم ابریشم. و باز جایی در این کتاب به کرم ابریشم و ابریشم میگن کج و به برداشت پیله کرم ابریشم میگن کجواچینی، بهره برداری و برداشت محصول پیله کرم ابریشم از تلمبار. هم نوغان اومده هم کج اومده، یعنی هم کجواچینی هم نوغانداری در زبان مردم گیلان هست و همینطور در گویش‌های مختلف مدل‌های مختلف گفته میشه. پرورش کرم ابریشم یکی از کهن‌ترین شغل‌های مردم ایران بوده و همینطور مردم گیلان، ولی اینکه در چه تاریخی این شغل وارد ایران شده مکتوبش وجود نداره. تنها سندی که وجود داره اواخر دوره ساسانیه که گفتن که وارد ایران شده. در دست داشتن جاده ابریشم که از چین شروع می شد و ایران رو به مدیترانه و اروپا مرتبط می ساخت، به شهرت ابریشم ایران کمک کرد. هرچند شناخت ایرانیان از ابریشم به زمانهای دور برمیگرده. یکی از قدیمی ترین نواحی تولید کننده ابریشم ایران ناحیه مرو بوده. در متون تاریخی آمده که ابریشم از اونجا به شمال ایران رسیده. مثلا در حدودالعالم از ابریشم گیلان نام برده شده. همینطور قزوینی در سده 7 هجری اشاره میکنه که گیلان ابریشم داره و زنان به پرورش کرم ابریشم مشغولن. مردم گیلان پس از آشنایی با صنعت نوغانداری به شغلای مختلفی رو آوردن، فقط خب پرورش کرم ابریشم نه. یکیش کاشت درخت توت بوده که از برگ‌های درخت توت برای تغذیه کرم ابریشم استفاده می‌کردن. یکی دیگه‌اش پرورش خود کرم ابریشم بود که خیلی موفق بودن و بسیار خبره بودن در این زمینه گیلانی‌ها. یکیش اینه که کارگاه‌های ابریشم کشی و ابریشم تابی داشتن و بسیار معروف بود ابریشم گیلان، طوری که در اروپا بسیار خواهان داشته. یکیش تجارت ابریشم بود و دیگری تولید فرآورده‌های ابریشمی. در تاریخ اینطور اومده که در زمان ایلخانان شهر رشت و فومن و لاهیجان ابریشم بسیار مرغوبی تولید می‌کرده و سفرای کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا در خاطراتشون از ابریشم گیلان نام بردن. مثلا سفیر ونیز در ایران از شهرهای نام میبره که در کرانه دریای کاسپین به صنعت ابریشم بافی مشغول بودن. پس از دوره ایلخانی روابط ایران و اروپا یعنی بازرگانیشون خیلی بهتر شد و اونجا بود که پای بازرگانان اروپایی به گیلان باز شد و ابریشم کالای مورد علاقه بازرگانان اروپایی و همینطور فرآورده‌های ابریشمی و قالی و قالیچه ابریشمی. در دوره صفویه دیگه پای بازرگانان اروپایی به ایران باز شده بود و خودشون آزادانه به گیلان می اومدن و خرید و فروش میکردن و تجارت میکردن. مارکوپولو سیاح معروف ایتالیایی در اواخر سده 7 هجری وارد ایران شده و از تاجرهای ایتالیایی حرف میزنه که در کرانه دریای کاسپین کشتیرانی میکردن و با مردم گیلان تجارت ابریشم انجام میدادن. در عصر صفویه دیگه اوج رونق صنعت ابریشم بود و بازرگانان می اومدن و میرفتن و خرید و فروش میکردن و این دلایلی داشت. یه دلیلش شاید همین وجود ابریشم بود که باعث شده بود که گیلان معروف بشه در جهان. یکیش ثبات سیاسی بود و یکیش امنیت داخلی به ویژه راهداری بود و میتونیم بگیم که ابریشم مهمترین مال و تجاره دوره صفویه بوده. محصول ابریشم در دوره صفویه از سرزمین‌های گیلان و مازندران و گرگان برداشت می‌شده و کیفیت بسیار بالایی داشته. بودن شهرهایی در ایران که ابریشم تولید می‌کردن، اما ابریشمشون به اون مرغوبیت استان‌های شمالی نبود و صادر نمی‌شده، اکثرا بیشتر به مصرف داخلی میرسیده. به خاطر همین بود که حکومت صفویه کلا نگاه دیگری به سرزمین‌های شمالی داشت. همین وجود ابریشم و کارگاه‌های ابریشم کشی بود.
در سال 1567 میلادی 3 شهر رشت و فومن و لاهیجان ابریشم مرغوبی تولید میکردن و به اروپا صادر میکردن. البته صادرات دیگری هم ما به اروپا داشتیم، مثلا زیتون، شراب، انگورهای حب درشت، توتون، نارنج، انجیر و خیار. در تاریخ در سال 1839 اینطور اومده که سابقه گیلانی‌ها در پرورش کرم ابریشم از زمان تورات عنوان شده. راه‌های انتقال ابریشم در دوره صفوی، شرکت انگلیسی آوانت کمپانی از مسیر حلب، کمپانی هند شرقی از مسیر خلیج فارس و در آفریقا و شرکت روسی مسکو از مسیر روسیه بوده. در دوره‌های مختلف تاریخی نام‌های ابریشم گیلان متفاوت بوده. مثلا در منابع ایتالیایی در سده 13 و 14 میلادی اینطور اومده که به ابریشم گیلان گفتن جلا، یه همچین چیزی تقریبا، و برای دوره قبل از صفویه بوده. در دوره صفویه هم نام‌ها فرق می‌کرده. ابریشم خرواری، کدخدا پسند، شیروانی. دوباره بعد برهه تاریخی دیگه دوباره نام‌ها عوض شده. ابریشم لاجی که باب طبع مثل اینکه بازرگانان بوده و در رشت تولید می‌شده و بهش خرواری هم میگفتن. و یک ابریشم دیگه بوده به اسم ابریشم لاس که مثل اینکه پست‌ترین نوع ابریشم به حساب می اومده. باز در دوره‌های بعدی اعلا، تاجری، علاقه‌بندی، دول یا دویل یه همچی چیزی، کج. مواردی که ابریشم درش استفاده میشه خب خیلی زیاد بوده. هم ابریشم خواب رو ما صادر میکردیم، هم فراورده های ابریشمی. بیاید با هم ببینیم که فراورده های ابریشمی چیا بوده. مثلا ابریشم گیلان هم جنبه‌های کاربردی در صنایع نساجی داشته و هم تولید انواع پارچه‌های ابریشمی، مخملی و زینتی. از ابریشم در البسه و پوشاک ابریشمی، دستمال سفره، پرده، کمربند، شال، قبا، جانماز و بند شلوار ابریشمی هم استفاده می شده. تزیین اماکن و منازل هم استفاده می شده. مراسم، جشن‌ها، در گهواره‌های کودکان، روپوش بالش‌ها و تشک‌ها و پشتی‌ها، بافت خیمه‌ها و چادرهای ابریشمی پادشاهان و بزرگان و یا تزیین این چادرها با همون نخ‌های ابریشمی و نوارها و منگوله‌های ابریشمی، پوشش و زینت اسب‌های سواری سپاهیان و پادشاهان، بزرگان و حتی افراد عادی، تهیه بند و طناب ابریشمی، استفاده از ابریشم و منسوجاتش جهت پرداخت مثلا مهریه عروس، پیشکشی، هدایا و خلعت بزرگان مثلا به اطرافیان. واقعا کاربرد داشته. پس تا اینجا فهمیدیم که صنعت ابریشم مهمترین شغل مردم استان گیلان بوده در دوران کهن. و حالا بیایید ببینیم که چرا این صنعت یهو تنزل پیدا کرد و رکود پیدا کرد و تقریبا به مرور زمان از بین رفت. عوامل تنزل تولید ابریشم: با اینکه دوران رشد ابریشم گیلان در دوره صفویه بوده، اما در اواخر این سلسله از اهمیت سابق آن کاسته شد. هرچند تا دوره قاجاریه هنوز ابریشم ایران که بخش عمده آن را ابریشم گیلان تشکیل میداد، یکی از صادرات مهم ایران بود، اما کالای اول به حساب نمی آمد. فشار مالیاتی و سختگیری‌های سلاطین صفوی که صنعت ابریشم را انحصار شاه کرده بودند، تأثیر منفی بر زندگی روستاییان داشت. روستاییان علاوه بر بهره مالکانه که به صورت جنس یا بعضاً پول به مالکان می پرداختند، موظف بودند که سالیانه باج‌ها و عوارض مختلفی به مأموران دولتی و اربابان خیش بپردازند که باعث ورشکستگی آنان می شد و همین امر از رشد بازار داخلی جلوگیری می کرد. مبلغ هنگفتی از مالیات ابریشم از عوارض گمرکی، راهداری، مالیات کاروانهای ابریشمی وارد خزانه شاهی میشد. درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی مکرر پس از صفویه تا استقرار قاجاریه، شورش‌های ناحیه گیلان پس از شاه عباس اول موجب تلفات انسانی و کاهش زمینه تولید ابریشم گشت. سقوط تجارت خارجی، پیدایش بازارهای جدید، عدم حمایت پادشاهان آخر صفوی از تولید کنندگان ابریشم و صنایع داخلی، ورود پارچه‌های خارجی و رواج آن در ایران، نامرغوب شدن کیفیت ابریشم ایران در اواخر صفویه، رواج کشت تریاک و تنباکو به جای ابریشم،
بروز امراض و بیماری‌های کرم ابریشم و در نهایت حمله افغان‌ها به ایران موجب ناامنی، کشتارها و در نتیجه کاهش تولید ابریشم شد. من یادم بچه که بودم توی تلمبارا پر از برگ درخت توت بود، پیله‌های کرم ابریشم بود و ما بچه‌ها می‌رفتیم بازی می‌کردیم. همیشه یه دونه به ما به عنوان جایزه میدادن و به ما میگفتن که مراقبش باش تا کرم ابریشمش به دنیا بیاد و ما ساعتها بهش خیره میشدیم که بخواد اون کرم از توش در بیاد و تبدیل به پروانه بشه. اون تکاپو و تلاش مردم گیلان برای نوغانداری و کجواچینی هنوز تو گوشه پس ذهن من هست و الان میبینم که خیلی کم شده. چند منطقه فقط در گیلان هستش که نوغانداری دارن میکنن و واقعا باعث تأسف صنعت ابریشم مثل صنعت چای از بین رفته تقریبا و امیدواریم که احیا بشه، حالا به هر طریقی. به هر حال ما امیدواریم و وظیفه خودمون در حال حاضر میدونیم که تاریخ گیلان رو بگیم، هر چیزی که باعث بشه ما رو وصل کنه به گذشته کهنمون، به اون افتخاراتی که داشتیم. ما رو در جهان روزی به ابریشم گیلان میشناختن. امیدوارم که این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. خیلی خوشحال میشیم که با لایک و کامنت و سابسکرایب ما رو حمایت کنید. تا یه ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.